ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست. در صحبت معاون رئیس شورای علمای دین ولایت استاد خواجه میر. استاد عزیز خوش آمدید میگم. بیننده های ارجمند، ما این نوبت با استاد اطراف یک موضوع بسیار فرح بخش صحبت میکنیم که راستی همه ساله در روزهای فرارسی ماه ذوالحجه این ایام فرا میرسد و آن با اجرایش رکن پنجم بنای مسلمانی سخت ارتباط دارد که آن معرکه موسم حج است و هر یک نفر مسلمان البته در زندگیش آرزو میکند که بار به زیارت شهرهای مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره شرفیاب شود و آن جاهای مقدس را زیارت کند و فریضه پنجم بنای مسلمانی را ادا کرده باشد. استاد عزیز، سوال نخستین من در مورد فضیلت حج چه فضیلت دارد؟ مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا چیزی که گفتید درباره یعنی رکنهای اسلام، پیش از همه حج یکی از ارکانهای اسلام است. چیزی که در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام به 5 چیز بنا می شود. یک تاش یعنی حج است. اما درباره حج نسبت دیگر 4 بنای دیگر بعضی سبکی ها هست. همون خداوند در قرآن عظیم شان در سوره حج به قصه حضرت ابراهیم علیه السلام بیان میکند که خداوند به ابراهیم دستور داد که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، یعنی ابراهیم تو ندا کن انسانها را برای زیارت خانه حج. از این معلوم می شود که حج فریضه است. خداوند حج فرض کرده است و یکی از بناهای مسلمانی است که بنای مسلمانی بر 5 قسم است، یکی از حج است. اما درباره فضیلت حج البته در قرآن کریم آیات های بسیاری هست و در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسانی که حج موافق توانایی‌هاشون ارکان‌هاش بجا می‌بیارن ان شاء الله از گناه پاک میشوند. در یک حدیث آمده است که من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جناب رسول الله میگن که کسانی که حج میکنن در وقت حج یرفث یعنی زبانشون میدارن، غیبت نمیکنن، تهمت نمیکنن، خودستایشی نمیکنن، دروغ نمیگن و این چنین یفسق است به واسطه دستهاشون، پاچکاشون، عضوهای بدنهاشون دیگرها را اذمه نمیکنن، مسخره نمیکنن، دیگرها را آزار نمیدهند. پیغمبر خدا چی میگن؟ وقتی که از حج گشته میبینن به مانند نو از مادر تولد شدگی از گناه پاک میشوند. و درباره فضیلت حج بسیار هم حدیث های دیگر است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که وقتی که حاجیان در عرفات که یکی از فرضهای حج کردن این عرفات است، پیغمبر خدا میگویند الحج عرفه. وقتی که در همون عرفات که جمع میشوند خداوند به ملائکه ها ندا میکرد است که این ملائکه ها، این بندگان من از تمام مغرب و مشرق با هر خیل رنگ لیکن در تن لباس یک خیله آمدگی هستند. اینها چی میخواهند؟ ملائکه ها میگن پروردگارا خودت از ما داناتره، خودت به علمت میدانی اینها چی میخواهند. لیکن مادامی که از ما پرسیده ما میدانیم که اینها رضاگی تو، بخشایشی گناه میخواهند. پیغمبر خدا چی میگن؟ شماها شاهد شوید گناهاشون رو مغفرت میکنن. این فضیلت حج است. و در دیگر حدیث دیگر پیغمبر خدا درباره فضیلت حج میگن که کسانی که حج میکنن تا حج آمدگی در مابین گناهاشون بخشیده میشود، لیکن یک شرط مجتنیبت الکبائر، مادامی که در همین مابین از گناههای کبیره خودداری کنند. یا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که کسانی که حج میکنن و تا آمدن عمره بعد از حج تمام شدن عمره میکنن گناهاشون بخشیده میشود. تشکر از استاد. واقعا چون در آغاز گفتیم که هر یک نفر آرزو میکند و حتی در مناسبت های هر روزه میگن که
چون اگر خداوند به خانه‌اش دعوت کرد لبیک گویان حتما میروم. و شکرانه زمان استقلال که امروز برای به حج رفتن چقدر شرایط ها و امکانات ها بسیار فراهم آورده شده است که مثلا حاجیان به یگان مشکلی میتوانند از تاجیکستان از وطن به اون زمین های مقدس رفته زیارت کرده باز هم صحت سلامت برمیگردند و آنجا نیز تمام شرایط ها از جانب نهادهای دولتی در مناسبت های خلقی علاقه گسترده شده است که این همه مسئله ها علاقه حل و فصل خودشان یافتند. و من میخواستم استاد در مورد همین هر یک کار به حکمت نیست. بله. حتی همین گویم رکن پنجمی مسلمانی حج اون هم حکمتی دارد و عموما در اسلام هر یک مثلا عبادتی که مثلا خداوند برای بندگانش مقرر کرده است این البته پی خودش یک حکمتی دارد. اون قسمتی که ما میدونیم باقی اون قسمت باز در نزد خدا است که خودش میداند. من میخواستم از اون حکمت هایی که مثلا در مورد ادای همین حج بیان شده است چند سخن بگید. حقیقتا چیزی که گفتید دیگر عبادت ها که به مانند روزه، نماز، زکات حکمت های بسیاری دارند. از سبب یکی از رکن های اسلام بودن حج هم در حج حکمت های بسیاری است. وقتی که ما با آیات هایی که درباره حج خصوصا با آیات های سوره حج، چون در قرآن عظیم شان اگر 114 سوره باشد یک تا سوره حج است. وقتی که ما با آیات های این سوره نگاه میکنیم خداوند در این آیت کریمه با هر خیل لفظ ها پروردگار در این روزها بسیارتر ذکر کنید میگوید. فاذکروا الله فی ایام معدودات فاذکروا الله فی ایام معلومات. یکی از حکمت حج این در همین روزها نسبت روزهای دیگر گذشته پروردگار بسیار ذکر کردن است. مثلا خداوند وقتی که مناسک‌های حج تمام میشوند فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم. یا در آیه دیگر فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله. پروردگار وقتی که یک فرض حج که به جا آوردیم بعد از به جا آوردن همون حج فضیلت همون فرض حج بیان کرده میگوید که پروردگار بسیارتر ذکر کنید. از این معلوم میشه است که یکی از حکمت حج در همین روزها بسیارتر ذکر کردن نام الله است. بسیارتر پروردگار به التجا و دعا و به یاد پروردگار مشغول بودن. این حکمت اولش است. و حکمت دومی که درباره حج است این هم باشد پوشیدن لباس یخیله برای مردها. این به آن دلالت میکند که لباسی که نادوخته چطوری که ما وقتی که انسان از دنیا که میگذرد یعنی کفن میکنن سرش لوچ پاچکاش لوچ فقط بدنش میپوشونن به مانند احرام به کفن. این یعنی با یاد آوردن بازگشت خود به سوی الله و در روز قیامت انسان ها ان همون کفن زنده می شوند. حتی پیغمبر خدا گفتند که در روز قیامت انسان ها از خاک به لوچ اریان می شوند زنده می شوند. در همین باره حضرت عایشه صدیقه گفتند که یا رسول الله مادامی که زن و مرد همه از قبر زنده عریان لوچک زنده می شوند آیا مردها به زنها نگاه نمی کنند؟ پیغمبر خدا گفتند که در این روز همه مشغول خود هستند، کسی اصلا این چیز در توجه انسان ها نیست. یعنی یکی از فضیلت های حج که در این روز طبق فریضه حج که احرام باشد لباس سفید باشد یعنی این به یاد آوردن بازگشت خود به سوی الله یعنی به یاد آوردن لباس کفن است. سوم فضیلت حج حکمت حج همین که یعنی در وقتی که ما نگاه میکنیم حج بعض علما ها میگن که خصوصا امام ابو حنیفه رحمت الله میگن که الحج قیامت صغرا یعنی حج این قیامت خرد است. میبینید که در حج یعنی از تمام گوشه و کنار دنیا همه جمع میشوند. همه با یک در اونجا مرتبه وزیر، مرتبه منصبدار، مرتبه غنی، مرتبه دیگر جدا همه با یک آواز لبیک اللهم گویون در عرفات به الله ندا میکنند. این یعنی مساوات در بین انسان ها به منصب، به یعنی نسب، به حسب، به بایگیری یعنی فرقیت نیست.
در روز قیامت هم انسان ها همه در پیشگاه الله میخیزند. اینه که از حکمت های حج به یاد آوردن روز قیامت است. یکمش چیزی که گفتیم ذکر کردن الله سبحانه و تعالی در روزهای معلوم، اذکر الله فی ایام معدودات، یعنی روزهای با شمار. دویمش همین که یعنی با لباس سفید امر کردن، به یاد آوردن بازگشت خود به سوی خداوند روز مفت. سومش حکمت حج همین که این هم باشد در پیشگاه الله همه برابرند، همه یک خیر هستند. چون که در وقتی که ما به عرفات می رویم یا که در اطراف خانه کعبه نگاه میکنیم، اونجا کسی کسی فرقی ندارد. همه یک فقط تضرع به پادشاه ازلی به الله است. این هم باشد یعنی مساوات در پیشگاه الله، نه به منصب، نه به بایگیری، نه به دیگر، تنها با تقوای خود هست. این هم یکی از حکمت های حج است. بله، تشکر زیاد استاد. تشکر. راستی همه ساله وقتی حاجیان عزیز ما از زایران خانه خدا از موسمی از معرکه حج برمیگردند، ما حتما به زیارتشان میرویم، در برابر حال پرسی آنها نقل میکنند از دیده و شنیده و کارهایی که اونجا انجام دادند، از عبادت هایشان، و گاه احساس میکنید زمین نقل که مثلا آنجا ریاضت کشیدن، چون معلوم است که مثلا آنجا گوییم دوام 4 فصل سال دائمی گرم است، اونجا مثلا فصل زمستان است، مخصوصا در فصل تابستان بازم گرمایی پرشدت، و معلوم است که حج این ریاضت است. اما بعدی گاه میشنوید و به اندیشه فرو میروید که مثلا اصلا این نقل کردن به خاطر چی بود، این نقل کردن به خاطر گوییم چگونه ما عذاب کشیدیم، اصلا تا کجا برای مثلا زایرین خانه خدا ریاضت کشیدنشان رو نقل کردن جایز است. حقیقتا کدام عبادتی که در وی رنج مشقت بسیار باشد، طبق حدیث پیغمبر همین قدر اجر، همین قدر پاداش میگیرد. حدیث صحیحی که امام مسلم روایت میکنند. اکنون درباره حج ما وقتی که فضائل حج، حکمت های حج نگاه میکنیم، بعد از به الله ایمان آوردن و پیغمبر ایمان آوردن، دومین بهترین عمل این حج است. پیغمبر خدا رو پرسیدن که ای الاعمال احب الی الله بعد الایمان بالله و رسوله، بعد از به خدا ایمان آوردن و به رسول ایمان آوردن بهترین عبادت در اسلام کدام است؟ جناب رسول الله گفتن که حج المبرور، حج المقبول. اکنون حج مبرور کدام است؟ حج مقبول کدام است؟ همون حجی که در وقت حج انسان در برابر دیگر فرض و واجبات و سنت و مستحبات حج بجا آوردن، انسان از رنج کشیده خود زبانش داشته منت نکردن است. حج مبرور، الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنه. پیغمبر خدا میگن که حجی که مبرور هست، چطوری که گفتیم، حجی که در نزد الله قبول هست، حجی که در وی یعنی ملال نیست، در وی شکنجه نیست، در وی دیگرها رو آزار دادن نیست، این حج مکافات جنت است. اکنون در برابر شکوه کردن یا شکایت کردن درباره کدام عبادتی که باشد، کدام انسانی که طبق حدیثی که امام مسلم روایت میکنن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صراحتا گفتن که وقتی که شما عبادت میکنید، عبادتای شما خالصانه برای الله بودنش یک علامتش همین که بعد از بجا آوردن همون عبادت از شکنجه و مشقت هوای شما خودداری میکنید. این نشانی قبول حج بوده است. از این معلوم است که یکی از علامت های قبول حج اون حاجیان محترم ما که میروند در حج میکنند، در اونجا مشقتش چطوری که بیان کرده گرمی است، زبان خودداری کردن، صبر کردن، تحمل کردن، ریاضت کشیدن که برای الله باشد، البته آمده اون مشقت خود گفتن، این ثواب همون حج کاهش دادن است، کاسته کردن است. و این چنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک صحابه نزد پیغمبر آمده که یا رسول الله، گفت فلان انسان گفت فلان عملهای شایسته میکند. مثلا ما میبینیم که در وقت حج یک کس حجش مکمل میکند، در برابر مکمل کردن حج با عملهای تطوعی میکند، زیاده از حج میکند. مثلا
خداوند در قرآن عظیم شان درباره همین حج یک آیت میگوید که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. در این آیت کریمه خداوند میگوید که کسانی که حج میکنن، فرضهای حج به جا میبرن، حج تمام میکنن، غیر از حج به جا آوردن، باز زیادتر در اطراف کعبه الله طواف میکنن یا که صفا و مروه زیاده میرن میبیان عبادت میکنن، همونها را خداوند در قرآن عظیم شان فلا جناح علیه تفسیر شو کرده است. اگر شخص دیگر اومده البته درباره شخص دیگر گوید که این کس مثلا حج الحمدلله همه کردن جایز است، اما خودی همون حاجی طوری که گفته اومده خود ستایش کند، تعریف کند که من نزد حجر الاسود رفتیم کسی ها دستش نرسید، دست من رفت رسید، یا که مثلا فلان حاجی در وقت حج فلان کمبودی کرد، کمبودی دیگرها را آشکار کرده، خودش را خود تعریف کند، اگر از ثواب حج کرده خود کاسته میشه، کم میشه. از برای خاطر همینم یکی از سنت های حج همین که حاجی در برابر که حجش خالص برای الله باشه رفت و حج که آورد، اون کمبودی و مشقت هایی که در اثنای حج هستند البته وی از دل بر مادامی که خود الله سبحانه و تعالی بنده همین قدر گناه میکند لیکن حج اند وعده کرده که گناهاشو میبخشن. الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنه. حجی که مکمل به جا آورده می شود مکافاتش جنت است. جنت کدام آدم می‌دارد؟ اون انسان گناهش بخشیده می شود. البته در وقت حج که مشقت است، هوا گرم است، موشد که بعضی آدم ها و میکنن کمبودی میکنن، اکنون همونها غیبت همونها خصومت هوای ها بعد حج آمدن خود تعریف کنی، خود ستایش کنی، تنقید دیگرها، البته این از آداب حاجیگری نیست. خصوصا درباره خود ستایش کنی یکی از گناههای کبیره است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک صحابگان گفتن که انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. گفتن یه صحابگان من از امتهای می اومدگیم از یک چیز بسیار میترسم، این هم باشه از صادر شدن شرک خود در وی ها. صحابه ها پیغمبر گفتن که یا رسول الله شرک خود کدام است؟ گفتن که این ریا هست، یعنی خود تعریف کنی است، خود ستایش کنی است، یعنی آدم ها را دیده در پیش آدم ها خود تعریف میکنند و دیگرها را تنقید کردن است. البته وقتی که شخصی که هدف حج کردن که حج برای الله هست، رفت برای الله که عبادت کرد، اون عبادت خود الله کتابت میکند و باید که دلش را از کینه، از بغض، از بخیلگی، از حسد تازه کرده آمده، همچون یک عبادت الله را بجا آوردگی، یعنی خودش یعنی در پیشگاه الله بندی خالص و بازم تضرع زیاد شود. اما اکنون بعد از حج آمدن با بعضی عملهای البته بدعت که حاضر مثلا در بعضی جاها پیش الحمدلله از سبب قانون درباره تنظیم و انعام جشن مراسم ها برآمد، این چیزها پیشگیری کرده شد. بعد حج آمدن بعضی چیز تا حتی ما وقت از حاجی را قبول میکردیم تا در ایرپورت ها برای قبول حاجی ها خواننده صنعتکارها رو برآورده حاجی را قبول میکردن، تا همین درجه آمد با دایره و با البته از سبب تنظیم که با تشبث خصوصی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت قانون درباره تنظیم انعام جشن مراسم ها یعنی پیش این راه ها رو گرفت. بله تشکر. راستی از حد گذشتن ها این بریا میبرد و حتی جای خداوند نیز گفته است که از حد مگذرید که خداوند از حد گذشتگان را دوست نمیدارد. استاد عزیز تشکر. من یک نکته را از شما پرسیدم در قسمتی گفتیم بعد حج جای خوانده بودم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام گفتن که حجی که قبول است اونی که بعد برگشتنش در رفتار او تغییرات یعنی به بهبودی به مثبتی وارد شد و بعد اونی که از حج برمیگردن زائرین خانه خدا چگونه رفتار باید داشته باشند که واقعا هم همون طبق بیم سنت باشد. یکی از حکمت هایی که دوستان خدا در وقت حج مشاهده میکنن این تغییر یافتن نه تنها انسان ها، حتی تغییر یافتن همون حیوان ها در وقت قربانی. حقیقتا وقتی که انسان در این دنیا وقتی که ما مثلا یک گوسفند اگر کشتنی شویم اگر یک کس پاچکاش میبندد، یک کس دستاش میبندد، اما بسیار شخص هایی که صاحب تجربه مشاهده میکنن در وقت همون حج که قربانی ها کرده میشود
دست پوچک‌های ویها اینقدر سخت بقینی همون مخلوق در پیشگاه الله خودش تسلیم میکند. این یک چیزی هست که میشه مادامی که مخلوق با همین قدر مخلوق بودنش حیوان بودنش خودش تسلیم میکند، حتما انسانی که در آنجا گرفت باید که بعد از بازگشتن تسلیم با الله شده آن کبر، غرور، آن کارهای زشتی که پیش از حج رفتن که میرفت برای توبه کردن و بخشایش همونها که از خداوند که رفت طبق وعده خداوند که ویها که بخشید، بعد از گشتن البته باید که نه تنها بالکل در همون انسان یعنی اصلاحات یا تغییرات پیدا شود. در همین باره حسن بصری رحمت الله علیه درباره رمضان پرسیدن که یا مثلا علامت های قبول عبادت در چی است؟ در اونجا نگفتن قبول روزه، قبول عبادت در چی است؟ گفتن که بعد از همون عبادت به جا آوردن در خود انسان اگر یک تغییرات پیدا شود. کدام تغییرات؟ گفتن که اگر همون انسان پیش از کردن همون عبادت اگر یک انسانی که بسیار غیبتگر باشد غیبتش را ترک کند، دروغگو باشد دروغش را ترک کند، همون عملهایی که در وقت روزه داشتن شتابری که در فضیلت حج گفتیم که بسیار ذکر کردن خداوند، گذشت یکدیگر، دل را از کینه پاک کردن، اگر بعد از بازگشتن حج ان همین عملها در وی پیدا شوند طبق سخن حسن بصری رحمت الله علیه، این هم یکی از علامت‌های یعنی قبول حج است. مثلا حج اصلا ما نگاه کنیم وقتی که گفتیم بنای مسلمانی بر 5 نوع، نماز هم فرض است، بله. حج هم فرض است. حتی در بعض جاها میگن فضیلت نماز از فضیلت حج و روزه داشتن بالا است. مثلا در همین جا مثلا ما یک روز 5 وقت نماز میخوانیم، بعد 5 وقت نماز خوندن ما برآمده من نماز خوندم ضیافت تشکیل کرده خود تعریف کنی نمیکنیم. حج هم که باید همین خیلی باشد. بعد از عبادت همچون بنده خودت طبق دعوت خودت خداوند نصیبم کرده است رفته این فرض به جا آوردن، گفته حتما انسان رفته در همون جا بعد از بازگشتنش از کارهای زشت باید که دست کشد، باید که به کارهای عملهای صالح برای آبادی دینش دنیاش سعی و حرکت کند. بله، تشکر جدا استاد. تشکر برای شرح این موضوع. راستی من فکر میکنم هر یک نفر بیننده ما البته از این صحبت ما برای خودشان بهره های تازه گرفتند. در صحبت ما بودن استاد خواجه میرف معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت و صحبت ما اطراف حج و فضیلت آن بود. در اینجا فرصتی برنامه ما با پایان میرسد. استاد برای اشتراکتان و شرح موضوع به شما سپاسگزاریم. بیننده های ارجمند در همینجا فرصتی برنامه ما با پایان میرسد. خیر، خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.